یکی از علمای قم به من میگفت فلانی خیلی آدم خیری بود، مدرسه، مسجد، زایشگاه، درمونگاه، میگفت خیلی خیر بود، نفر اول منطقه بود. یه روز کسی رسید که آقا شما خیلی آدم خیری هستی، مردی بیا منم دومدم کن. من 10,000 تومان داشتم. آخه این قصه مال 50 سال پیشه با کم و زیادش. من 10,000 تومان داشتم دوماد میشم با پول او زمان. بله. خب من از کجا بفهم تو راست میگی؟ ممکنه 10,000 تومان دادم رفتی کار دیگه کرد. تضمین که والله بالله فرض کنید با چه جمله متقاعدش کرد. خب باشه. میگفت کنار خیابون کیفشو وا کرد 10,000 تومان داد بهمون، ما رفتیم دوماد شدیم. این آقای خیر از دنیا رفت. اومد به خواب یکی از علما. گفت آقا کار خیرم نتیجه نداد. گفت چرا؟ گفتن چون مینوشتی که بانی این مسجد، بانی این درمونگاه، بانی این کیه، چون اسمتو مینوشتی خدا قیامت پاک کرد. گفت این میخواست خودشو مطرح کنه. گفتم یعنی من تمام سرمایه ما در راه خیر دادم الان هیچی. گفت چرا؟ یه جوون میخواست دوماد شه کنار خیابون 10 تومنش دادی، یادت رفت بنویسی. یادت رفت بگوی به کسی. نگفتی نه نوشتی. اونی که پاک کردی خدا نوشت، اونی که نوشتی خدا پاک کرد. همون برات موند. نمونهش در قرآن هم داریم. در صلح بین مسلمان ها و کفار مکه قرارداد جنگ بود. جنگ تبدیل به صلح شد. صلحنامه نوشتن که قرارداد بین محمد رسول الله و مردم مکه. گفتن ما رسول الله رو وردار، بگو بین قرارداد بین محمد و مردم مکه. اگر بدون محمد رسول الله که دعوا نداریم، ما از دعوا مثلا همین رسول الله قبول نداریم، رسول الله پاک کن. حضرت امیرم ناراحت بود، رسول الله رو پاک کنم. مسلمانان ناراحت بودن. پیغمبر گفت مصلحت اینه که ما پاک کنیم. دست من بده رو کلمه رسول الله. دست پیغمبر گرفتن گذاشتن، گفت محمد، گفت خودش پیغمبر پاک. تا پیغمبر پاک کرد آیه نازل شد محمد رسول الله. اللهم صل. یعنی تو پاک خدا می‌نویسه. نترس کسی نفهمید. محمد رسول الله، تو رسول الله رو پاک خدا می‌نویسه. آیه نازل شد محمدان رسول الله. به به به. چند میلیونی چاپ شد. اگر اون محمد رسول الله رو پاک نمی‌کرد فوقش در یه سالنامه بود ممکن بود موریانه خورده باشه یا ابن رفته باشه. ولی در طول تاریخ مونده. ولی هر میلیون ها آدم، 10 میلیون، 100 میلیون آدم قرآن خوندن و خوندن گفتن محمدان رسول الله. نترسیم که کسی نفهمید.